السلام علیکم و رحمت الله خدمت تمام اساتید شبکه رساله حق و همینطور جناب آقای انصاری و جناب مولانا مجیب الرحمن که خیلی ایشون هم دوست داریم. من خودم یک طلبه هستم، اسمم طلحه و از کشور ایران هستم، یعنی درست افغان هستم. دیگه پیام فرستادم. خیلی واقعا از روزی که با شبکه رساله حق من آشنا شدم، حدودا دو سه سالی هست، خیلی واقعا هدایت شدم، علمم بیشتر شده، تا جایی که من چند وقت پیش با بحث با برادران اهل تشیع من عقیدم خراب شده بود و به طرف مذهب اونا رفته بودم. همین شد که با دیدن شبکه رساله حق و دیگر شبکه‌های اهل سنت مثل کلمه واقعا هدایت شدم، واقعا به طرف مذهب خودم دوباره اومدم و الان فهمیدم که مذهب اهل سنت یعنی چی. یعنی حس کردم من که واقعا الان افتخار میکنم که من اهل سنتم و همیشه پای برنامه‌هاتون نشستم. سعی کردم پیام بفرستم، نمیتونم اومده اگرم و واقعا تشکر از همه. الله حفاظتتون کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته.